این نقطه معروفترین راسته گوشت فروشی در شهر دوشنبه است. قبلا اینجا 22 دکان فعال بود. به دلیل کمچین شدن چوروا و گرانی نرخی آن اکثر تاجران دری دکانشان را بستند. سبحان محمد قولوف قبلا در یک روز تا 3 چوروا را ضبط میکرد. حالا فقط یک چوروا ضبط کرده به فروش میگذارد. پول یک بانچه ببردی مول بگیرید از یک بجو باز میبری یک تا گو بازار میتیار. نرخ 1 کیلو گوشت در این راسته و بازارهای دیگر شهر در 3 روز اخیر از 40 تا به 43-45 سومونی رسید. یعنی خنجولا 200 سوم میشد صبح. یک روز با یک گو 8 کیلو 7 کیلو باید خورد که فرق بشود. سبب دیگری بولوراوی نرخ گوشت به گفته تاجران به دیگر کشور انتقال شدن چوروا بوده است. وضعش اومد که مقصد اکثر رما ازبکستان از طرف دولت همسایه گرفته برده است خریده. انا کوز بامی یک گوده مقصد 4-5 خریدار مقصد اون خودش گو کمچین شدگی گوسفند بزم کمچین شدگی از سبب همین کمتر نرخ خسته است. بولوراوی قیمتی گوشت در راستای ماه رمضان اکثر ساکنان کشور را ناراحت و نگران کرده است. ساکنان به دلیل‌های پیش آورده تاجران باور ندارند. هر سال وضع همین است. همه این را خوب می‌دانند که با نزدیک شدن عید و رمضان گوشت کمچین و یک بار قیمت می شود. آنها از فرصت استفاده می‌برند. همه ساله در آستانه رمضان نرخ محصولات غذایی بالا می رود و تغییر یافتن نرخ در راستای این ماه بیش از 10 سال باز عنعنه شده است. صاحبکاران ما امروز از این مزایای چیکار میکنن؟ به طور خودسامانه استفاده میبرند برای منفعت شخصی خود. شهرداری دستور داده است تا در 3 روز دیگر سبب‌های اصلی بولوراوی نرخ‌ها آموخته و چاره‌اندیشی شود. در 3 مای کوشش به خرج دادیم که یارمارکه فروش محصولات کشاورزی رو پیشکش مردم نماییم. در گذشته هم مسئولین بازارها و شهرداری برای در یک سطح نگاه داشتن نرخ‌ها تلاش کرده بودند، ولی به قول ساکنان و تحلیلگران این اقدام‌ها چندان مؤثر نبودند. فعلا 1 کیلو شکر در بازارهای شهر به 7 سومونی و 1 لیتر روغن 14 سومونی ارزش دارد. نرخ یک خلطه ارد که یک ماه پیش تا 160 سومونی بود حالا به 180-185 سومونی برابر شده است. اکثریت تخمین میزنند که این نرخ‌ها هم نهایی نبوده تا فرارسی ماه رمضان احتمال ارزش محصولات نیازی اول باز هم بالا رود.